سلام به مامانه‌های عزیز. با نکته‌های آموزشی بعدی در خدمت شما هستم. در ادامه بحث آداب غذا خوردن گفتیم که حتی قبل از خود غذا، آداب غذا خوردن اهمیت بسیار زیادی دارد و می‌تواند به سلامت بچه‌های ما کمک کند. امروز می‌خواهیم درباره تنوع غذایی صحبت کنیم. باید در رژیم غذایی روزانه و هفتگی ما تنوع وجود داشته باشد. شعار اصلی تغذیه امروز این است: تنوع، تعادل و تناسب. اگر این سه اصل رعایت نشود، سوء تغذیه اتفاق می‌افتد. بعضی از ما به دلیل مشغله یا تعداد زیاد فرزندان ممکن است از تنوع غذایی غافل شویم. مثلا هر روز صبحانه فقط پنیر بخوریم یا در بسیاری از روزهای هفته غذای تکراری مثل پلو و مرغ داشته باشیم. در حالی که بدن ما به انواع مختلف ریزمغذی‌ها و اسیدهای آمینه نیاز دارد و این نیاز فقط با تنوع غذایی تأمین می شود. بنابراین سعی کنید برنامه غذایی خانواده را طوری تنظیم کنید که هر روز غذای متفاوتی مصرف شود و از غذاهای تکراری در طول هفته پرهیز کنید. نکته مهم بعدی مقدار غذا خوردن است. در طب ایرانی گفته می شود بهتر است افراد زمانی که هنوز کمی اشتها دارند دست از غذا بکشند. بعضی از بچه‌ها کم اشتها هستند، اما بعضی دیگر تا کامل شدن معده به خوردن ادامه می‌دهند. لازم است این موضوع را به کودکان آموزش دهیم که قبل از سیر شدن کامل غذا را کنار بگذارند، به ویژه در کودکانی که زمینه اضافه وزن دارند. برای آموزش این موضوع می توانید از الگوسازی استفاده کنید. مثلا هنگام غذا خوردن از همسرتان بپرسید: سیر شدی؟ بیشتر برات بکشم؟ و پدر خانواده بگوید: نه، هنوز جا دارم، ولی بهتره بیش از این نخورم. کودک با شنیدن این گفتگو یاد میگیرد که قبل از پر شدن کامل معده باید دست از غذا بکشد. موضوع مهم دیگر زمان غذا خوردن است. در طب ایرانی گفته می شود تا زمانی که اشتهای واقعی ایجاد نشده بهتر از غذا نخوریم. متأسفانه سبک زندگی امروز ما را به سمت ریزه‌خواری برده. بسیاری از کودکان بین وعده‌های غذایی مدام چیزی می‌خورند و یکی از دلایل اصلی آن این است که وعده‌های اصلی را کامل مصرف نکردند. هرچی بتوانیم کودکان را تشویق کنیم که وعده‌های اصلی را کاملتر بخورند، ریزه‌خواری کمتر می شود. فاصله مناسب بین وعده‌های غذایی نیز اهمیت دارد. وقتی مدام غذا می‌خوریم، دستگاه گوارش فرصت استراحت پیدا نمی‌کند و هضم غذا دچار اختلال می شود. حتی در مطالعات جدید نیز نشان داده شده که فاصله گذاری مناسب بین وعده‌های غذایی می‌تواند به فرآیندهای ترمیمی بدن کمک کند. البته تغییر تعداد وعده‌های غذایی باید تدریجی باشد و هدف اصلی ما در کودکان این است که آنها را عادت دهیم وعده‌های اصلی را کامل بخورند و میان وعده‌های مداوم در دسترسشان نباشد. اگر کودک بعد از غذا خیلی زود دوباره درخواست خوراکی کرد، احتمالاً وعده اصلی را کامل نخورده است و باید به آرامی این موضوع را برای او جا بیاندازیم. در مورد شیرخوارگان هم نظم در فاصله شیردهی اهمیت دارد و بهتر است بعد از حدود 2 ماهگی تغذیه تا حد امکان با فاصله‌های منظم انجام شود. در پایان اگر بخواهم یک توصیه کلی داشته باشم، تا حد امکان صبحانه کودکان کاملتر باشد، نهار سبکتر مصرف شود و شام در ساعت‌های زودتر حدود 7 تا حد اکثر 8 شب میل شود. این کار حتی می‌تواند در کنترل وزن کودکانی که مستعد اضافه وزن هستند مؤثر باشد. امیدوارم این مطالب برای شما مفید بوده باشه. در قسمت‌های بعدی با نکات آموزشی دیگر در خدمت شما خواهم بود.